الباب الثاني، باب دوم، في الاعذار المبیحة للفطر والمفطرات الصائم و فيه مسائل. درباره عذرهایی که برای انسان جایز میگردد روزه‌اش را بخورد و چیزهایی که روزه را میشکنند المسألة الاولى، مسئله اول، الاعذار المبیحة للفطر في رمضان، عذرهایی که برای انسان جایز میگردد روزه اش را بخورد در ماه شریف رمضان. پس جایز است برای انسان اینکه در ماه شریف رمضان با بعضی از عذرها روزه اش را بخورد که این عذرها اولا بیماری و پیری. برای بیماری که امید شفا دارد روزه اش را خوردن جایز است، اما اگر شفا یافت باید آن روزهایی که خورده بود قضا بدارد. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که می‌فرماید ایاما معدودات، روزهای شمرده شونده است. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، پس هر کی از شما بیمار یا در سفر باشد پس روزهای چند روز دیگر را روزه بدارد. سوره بقره آیه 184. و نیز الله می‌فرماید فمن شهد منكم الشهر فليصم، اگر کسی از شما ماه رمضان دریافت پس روزه بدارد. و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، اما کسی که بیمار باشد یا در سفر باشد پس روزهای دیگری را از غیر رمضان روزه بدارد، قضا بدارد. سوره بقره آیه 185. پس بیماری که به آن روزه گرفتن دشوار میگردد عذر به حساب می رود، اما بیماری که امید شفا ندارد، قسمت دوم، بیماری که امید شفا ندارد یا شخصی که از روزه گرفتن کاملا برای جایز نیست، یا شخصی که روزه گرفتن کاملا برای جایز است، یعنی که توانایی روزه گرفتن را دارد، اگر توانایی روزه گرفتن دارد پس روزه می‌دارد. اما بیماری که امید شفا ندارد، مثل بیماری قند باشد، یگام بیماری دیگری که وای دائم نیاز بر نوشیدن آب یا یگام چیزهای داروهایی دارد، پس برای وای جایز میگردد که روزه‌اش را بخورد. یا شخصی که روزه گرفتن کاملا نمیتواند، و مثل شخص پیر هم روزه نمیگیرد، هم روزه نمیدارد، برای واجب نیست در این هنگام، بلکه برای هر روزی که روزه‌اش را میخورد یک مسکین را خوراک میدهد. یکم بیماری که شفا ندارد نمیتونه روزه بدارد. دوم شخصی که سن سالش رفته است، اینها دیگر قضایی ندارند، بلکه اینها با جای هر یک مسکین، با جای هر یک روزی که میخورند یک مسکین را طعام میدهند. امام بخاری رحمه الله تعالی میگوید اما شیخ الکبیر اذا لم یطیق صیام، اما شخص سن سال رفته، شخص پیر که نمیتواند روزه بگیرد پس بر وی دیگر فرض نیست روزه گرفتن. انس رضی الله عنه بعد از آنه که به سن سال پیر رسیده بودند دیگر روزه نمیداشتند. 1-2 سالی که بود هر روزی که آنها روزه نمیداشتند، 1-2 سال آخری روزه گرفتن نتوانستند، پس هر مسکینی را طعام دادند. و ابن عباس رضی الله عنهما درباره شخص پیر و زن پیرانسال که نمیتوانند روزه بدارند گفتند که پس برای هر روز یک مسکینی را طعام بدهند. روایت بخاری تحت رقم 4505 در کتاب روزه. پس مقدار خوراکی که برای هر روزی که انسان باید یک مسکینی را طعام بدهد بیمار و شخص پیرانسال نصف ساعت است. تقریبا 1 کیلو 200 گرم بگیم طعام محترمی که در بین مردم هست از آن میدهند. بارک الله فیکم. اما اگر بیمار روزه بگیرد روزه‌اش درست و صحیح میگردد و از او پذیرفته میشود. یا کسی که شخص کلانسال است میتواند روزه بدارد. دوم سفر، اگر انسان در سفر باشد، در مسافرت باشد، برای وی هم روزه خوردن جایز است، یعنی روزه را نگرفتن برای جایز و روا باشد. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی که فرمود فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، اگر هر کسی که در سفر باشد یا بیمار باشد پس روزهای دیگری از ماه رمضان روزه بدارد. سوره بقره 184. و قول الله سبحانه و تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصم، اگر کسی از شما ماه رمضان دریافت پس روزه بدارد. و من كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، کسی بیمار باشد یا در سفر باشد پس روزهای دیگری از ماه را روزه بدارد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم با کسی که درباره روزه در سفر پرسید فرمود
این شئت فصوم، اگر که بخواهی روزه بدار، و این شئت فافطر، اگر بخواهی روزه رو بخور. در سفر، روایت بخاری تحت رقم 1943. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه بودن، هنگامی که در سفر بودن، در آن روزایی که در آنجا قرار داشتن روزه نگرفتند، افطار کردند و به مردم امر کردند که افطار نمایید، روزه رو بخورید. روایت بخاری تحت رقم 1944. پس افطار کردن در سفر جایز است که در آن نمازها قصر خوانده شود. تقریبا 80 کیلومتر را در بر میگیرد مسافه سفر. اما اگر سفر معصیت و گناه باشد، سفر باشد که انسان برای نداشتن روزه خودش را فریب میدهد اصلا، یا که سفر برای گناه و معصیت باشد، در این حالت برای وی جایز نیست که روزه را بخورد. اگر مسافر روزه بگیرد، روزه اش درست و صحیح میگردد، چون که انس رضی الله عنه روایت می‌نماید که کنا نسافر مع النبی، ما با همراهی پیامبر در سفر میبرآمدیم صلی الله علیه و سلم، فلم یعب الصائم علی المفطر، شخصی که روزه می داشت، شخصی که روزه میخورد، وی را عیب نمیگفت، وی را معلومات نمیکرد، و افطار کننده بر روزه‌دار این چیز اعراض نمیگرفت و او را معلومات نمیکرد. روایت بخاری و مسلم. اما با شرطی که روزه گرفتن در سفر با او دشواری نآورد. روزه گرفتن در سفر بر او دشواری نآورد. اگر روزه گرفتن بر او دشواری آورد یا که سبب ضرر رساندن او باشد، برای وی لازم میگردد که روزه را بخورد، یعنی که روزه نگیرد. برای او بهتر است که روزه نگیرد و افطار کند. و الله سبحانه و تعالی دوناتر است. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم در سفر مرد را دیدند که از شدت گرمی برایش سایه پرتافته بودند. در بالای وی جمع شدند، مردم وی را سایگی کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: لیس من البر الصیام فی السفر، از نیکویی نیست، از خوبی و نیکویی نیست که انسان در سفر روزه بدارد. روایت بخاری و مسلم. قسمت سوم از مردم، از قسمتی که روزه گرفتن برای آنها جایز و روا نیست، قطعا زنهایی که در حالت حیض و نفاس قرار میگیرند. زنی که در حالت حیض و نفاس قرار دارد، بر آنها قطعا روزه داشتن درست نیست و بلکه حرام است. اگر روزه گیرد، روزش درست نمیگردد و گناهکار میشود اگر این را بداند. و دلیل آن حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: الیس اذا حاضت لم تصلی و لم تصوم، آیا وقتی که زن حیض میشود نماز نمیخواند و روزه نمیگیرد؟ فذلك من نقصان دینی. گفتم بله گفتم این از کم بودن دین اوست. روایت بخاری تحت رقم 304. و قضا، اما قضا بر زنها بعد رمضان واجب میگردد، چون که عایشه رضی الله عنها گفتند که ان الله وضع عن المسافر شطر صلاتی، به درستی که الله بر مسافران یک قسمت از نماز را کوتاه کرده، قسمت از نماز برای مسافران کوتاه کرد. و عن الحبل والمرض الصوم، و از زنان حامله دار و شیردهنده روزه را، اما نماز را نگفت. روایت مسلم تحت رقم 335. پس قسمت چهارم حامله داری یا که شیردهی، این هم سبب از روزه ندارد. زنی که حامله دار است یا شیرده است و از روزه گرفتن برای خود یا که بر فرزندش میترسد، خطر خوف را حس می‌نماید، بر او روزه گرفتن در این حالت شرط و ضرورت ندارد. بارک الله فیکم. و دلیل آن حدیث انس رضی الله عنه است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که والمرض والحبل اذا خافتا علی اولادهما فافطرتا، الله از مسافر نصف نماز و روزه را برداشته است، چون یک بیان کردیم، و از شخص حامله و شیرده همچنین روزه را برداشته است. روایت ترمذی تحت رقم 715 و نسائی و ابن ماجه و البانی این حدیث را صحیح دانستند. پس شخص حامله دار و شیرده باید روزه های را که نگرفتن آنها را قضا بدارند، اما اگر برای فرزندانشان ترسیدن و روزه نداشتن، هم قضا میدارند و هم یک روز یک مسکین را، هر روزی که خورده بودن یک مسکین را طعام میدهند اگر برای فرزند خود ترسیدن. و دلیل آن حدیث ابن عباس رضی الله عنهما است که فرمودند والمرض والحبل اذا خافت علی اولادهما فافطرتا، زن شیرده و حامله دار اگر برای فرزندان خود ترسیدن، روزه را بخورند، فاطعمتا، و همچنین چیکار نمایند؟ طعام بدهند از تن آن فرزندانی که در شکمشون هست، از تن آنها آنها روزه را خوردن بجای آنها. روایت ابی داود تحت رقم 2317 و 2318 البانی این را صحیح دانستند. خلاصه کلام: سبب‌های جایز بودن خوردن روزه: یکم سفر، دوم بیماری، سوم شخص پیرانسال بودن، چهارم حیض و نفاس، پنجم ترس از ضرر مثل حامله و شیرده. اینا هستند مختصرا. مسئله دوم:
مسئله دوم، مفترات الصیام، چیزهایی که روزه روزدار رو میشکنند. مفترات میگن چیزهایی که روزه روزدار رو میشکند. مفترات چیزهایی هستند که روزه روزدار رو باطل میکنند و روزه اش رو میشکنند. روزدار با انجام یکی از کارهای زیرین روزه اش میشکند. اولا خوردن و نوشیدن قصدن. هر کی اگر قصدن خورد و نوشید روزش باطل میشود و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است که میفرماید و کلوا واشربوا حتی یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. بخورید و بنوشید تا اینکه رشته سفید از رشته سیاه، یعنی که صبح بر شما بیان بگردد تا نشستن آفتاب. رشته سفید این صبح است، رشته سیاه چونه بیان کردیم از تفسیر ابن عباس این نشستن آفتاب است. سوره بقره آیه 387. یعنی پس از طلوع صبح تا غروب آفتاب خوردن نوشیدن برای شخص روزدار قطعا جایز نیست. اگر خورد قصدن روزش باطل می شود، اما اگر کسی فراموش کرده خورد یا نوشید روزش درست است تا آن وقتی که به یاد آورد. باید اگر هنگامی که یادش آمد در حال آن طعمه‌ای که اگر در دهانشان باشد حتی وی رو بیرون میکند. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند من نسی و هو صائم فاکل و شرب. هر کسی که در حالی که روزدار بود چیز خورد و نوشید فلیتیم صومه، پس باید روزه اش را ادامه بدهد، کامل کند. فانما اطعمه الله و سقاه، بدرستی که الله او را طعام داده است، شراب داده است. روایت بخاری تحت رقم 1933 و مسلم تحت رقم 1155 حدیث ابی هریره است. پس روزه با هر چیزی که از دهان و بینی داخل شکم انسان میگردد باطل می شود، یا با مانند سوزانداروهای غذا دهنده نیز قوت دهنده نیز روزه باطل می شود. دوم، جماع، همبستری، همخوابگی. روزه با جماع یعنی با همبستری باطل می شود. هر کسی که در روز جماع با همسر خود نماید در روز روزه اش باطل می شود. باید توبه به سوی پروردگار کرده و استغفار نماید. روزه آن روز را حتما بعد رمضان قضا می دارد و همچنین کفاره آن را که برگردنش واجب است ادا می نماید. کفاره آن اولا آزاد نمودن یک غلام یک برده است. اگر نتواند قادر این نباشد، نه که برده را آزاد کردن نتواند، 2 ماه پی در پی روزه می دارد. 2 ماه پی در پی روزه می دارد. اگر توان این را هم ندارد پس 60 مسکین را طعام می دهد. این کفاره آن کسی که در روز روشن در ماه رمضان با همسر خود جماع میکند. این واسه بر رمضان است و دلیل آن حدیث ابی هریره رضی الله عنه است که مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم اومد و گفت ای رسول الله من هلاک شدم ای رسول الله. فرمود چی شد؟ تو را چی شده است؟ گفت با همسرم در حالی که روزدار بودن هم بستری کردم در روز روشن. پیامبر الله صلی الله فرمودند آیا غلام داری که آزادش کنی؟ گفت نه. فرمود آیا می توانی 2 ماه پی در پی روزه بداری؟ گفت نه ای رسول الله. فرمود آیا می توانی که 60 مسکین را خوراک بدهی؟ گفت نه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم بر او خرما دادند و گفتند این را بگیر صدقه بده، صدقه کن. مرد گفت آیا به کسی دهم که از من فقیرتر باشد؟ سوال کردند و گفتند که به الله قسم بین این 2 سنگ در مدینه یعنی خانواده از خانواده فقیرتر دیده از من نیست. گفتند سبحان الله، الله اکبر. پیامبر صلی الله علیه و سلم خندیدند، تبسم کردند. دندانهای او صلی الله علیه و سلم نمودار شد و گفتند این کاسه خرما را بگیر و به اهل خانواده خود صدقه بده. روایت بخاری تحت رقم 1936 و مسلم تحت رقم 1111. میگردیم به درس. به معنای در جماع یعنی اختیاراً با همسر خود نزدیک شدن، برآمدن منی و برآمدن منی دلالت بر آن میکند. اگر روزدار با بوسه یا که لمس کردن، قپیدن یا که استمناء خود را با دست خود آرام کردن، اگر اختیاراً منی برآید روزه‌اش باطل می شود. باید قضا بدارد ولی کفاره بر او لازم نیست. کفاره تنها با جماع است، زیرا کفاره تنها چیز در جماع است. اما این شکل‌های دیگر ذکر نمودیم، بوسه کردن یا که لمس کردن یا که با استمناء با خود را با دست خود آرام کردن، این موارد کفاره را واجب نمیگرداند اما روزه‌اش باطل می شود. اما اگر روزدار در خواب احتلام شود یا بیمار شود که منیش برآید، روزه‌اش باطل نمی شود، زیرا این اختیاری است، با اختیار خود برآمده است، نه با قصد چیزی. این قسمت دوم. قسمت سوم از چیزهایی که روزه را باطل می‌کند قی کردن، قصدن قی نمودن، یعنی قصدن چیزی را از شکم با دهان برآوردن. اگر کسی اختیاراً قی کند روزه‌اش باطل نمی شود. پیامبر الله فرمودند من ذرعه قیع فلیس علیه قضا. هر کسی که
اختیاراً قی کرد، اختیار قی او برآمد، قضای بر او نیست. و من استقاء عمدا فلیقضی، اما کسی که قصداً قی کرد پس قضا می‌دارد. گفتن روایت ابو داود تحت رقم 2080 و ترمذی 720 و نسائی 1676. چهارم حجامه، خونگیری کردن، یکی از سبب‌های شکستن روزه است. یعنی خون گرفتن از بدن. اگر روزدار حجامه کند روزش باطل می شود. پیامبر الله فرمودند افطر الحاجم و المحجوم، حجامه کننده و حجامه گیرنده هر دو روزهشون رو بخورند، چون روزهشون شکسته است. روایت ابی داود تحت رقم 2367 و ابن حزیمه 1983 و البانی این حدیث رو صحیح گفت. همچنین خون گرفتن به واسطه فصل میگویند از شهرک خون گرفتن. اگر خون گرفتن از شهرک باشه که سبب ضعف انسان شود، شکستن روزه میگردد. اما خون برآمدن از زخمی جاهای زخم کنده، جاهایی که میکنه زخم میبرد، در آن روزه نمیشکند. یا که مثلا انسان برای سنجش خون میگیرد، اینم روزه رو نمیشکند، چون اینها در قسمت حجامه داخل نمیگردن اصلا. و پنجم از شکننده های روزه برآمدن خون حیض و نفاس. هر گوزن اگر که خون دید حیض و نفاس شد، روزش باطل می شود. برای قضا لازم می گردد بعد رمضان، چون پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الیس اذا حاد لم تصلی ولم تصوم، آیا هنگامی که زنها حیض می‌بینند آنها روزه نمی‌دارند و نماز نمی‌خوانند؟ گفتم بله. روایت بخاری تحت رقم 304. و ششم نیت افطار کردن. هر کسی که پیش از وقت افطار نیت افطار کردن روزه را کند، روزش باطل می شود. روزه‌دار هستی، نیت می‌کنی که من رو می‌خورم، قصد خوردن روزه رو کردی، روزت باطل می شود، حتی اگر چیزی هم نخوری. چون ما در بالا گفتیم که نیت رکن از رکنهای چی است؟ روزه است. اگر انسان قصد خوردن نیت کرد، اگر چیزی نخورده باشد، روزش باطل می شود. هفتم ریده، از دین برآمدن. ریده یعنی که از دین برآمدن، مرتد شدن، اینم سبب باطل شدن عبادت های بنده می گردد. و دلیل اون قول الله سبحانه و تعالی می فرماید لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک آوری البته که عمل های تو حبطه می گردد، نابود می گردد. سوره زمر آیه 65. پس